سلام عزیزان، ازم پرسیده بودید که آیودی رو چه وقتی باید بگذارن و چه مراقبت و توصیه‌هایی رو داره. آیودی رو تو زمان قاعدگی، روزهای اول دوم تا سوم قاعدگی که حجم خونریزی یه مقدار سنگینه، گذاشتن آیودی خیلی راحت‌تر صورت میگیره. برای چه کسایی میتونیم توصیه کنیم؟ برای افرادی که یک زایمان داشتن به عنوان فاصله گذاری مناسب که خطاش حدوداً 1 تا 3% روش بسیار خوبی است که میتونه فرد به عنوان یک ابزار مکانیکی در داخل رحمش بگذاره که توسط یه فرد متبحر در روزهای قاعدگی گذاشته میشه. توصیه های لازم هم حتما باید از اون فرد بگیرید. چه نکاتی رو در زمان قاعدگی باید رعایت بکنید؟ حتما از نظر بهداشت فردی رعایت بکنید که دچار مشکلات بار عفونتی نشید. حتما از نظر میزان مصرف آهنی که بایستی مصرف بکنید تو موقع قاعدگی غافل نشید که دچار کمبود و کاهش ذخایر آهنی نشید. خطای آیودی 1 تا 3% پس می‌دونید که میزان خطاش بسیار پایینه و به عنوان روش مکانیکال روش بسیار خوبی است. و نکته دیگه که این که چه کسایی نباید آیودی بگذارن؟ افرادی که سابقه حاملگی خارج از رحمی رو داشتن و یا یک بار با گذاشتن آیودی دچار حاملگی خارج از رحمی شدن، ما کاندید مناسبی برای گذاشتن آیودی برای این فرد دیگه نخواهیم بود.